صبح زود از خواب پا میشی و با هزار بدبختی یه ایده خوب پیدا میکنی، میری ویدیو رو میگیری و توی یوتیوب آپلود میکنی و 0 ویو. ناراحت میشی ولی میگی اشکال نداره، بذار یه روز دیگه هم بذارم. دوباره فرداش از خواب پا میشی و با هزار بدبختی یه ایده خوب پیدا میکنی، میری ویدیو رو میگیری و آپلود میکنی توی یوتیوب و 0 ویو دوباره. با خودت میگه اشکال نداره، امروز نشد ولی فردا حتما میشه. دوباره صبح از خواب پا میشی، میری یه ایده بمب پیدا میکنی، ویدیوشو میگیری و آپلود میکنی و 0 ویو. عصبانی میشی و میری توی یوتیوب و میبینی یه جعفرنامی با یه دونه ویدیو 100,000 تا ویو گرفته و 1000 تا سابسکرایبر. با خودت میگی چطوری منم همین کارو انجام دادم، من 3 تا ویدیو گذاشتم، چرا اون موفق شده ولی من نشدم؟ ولی شاید باورت نشه، تنها فرق تو جعفر اینه که جعفر داره راه درست رو میره و میدونه داره چیکار میکنه، ولی تو اصلا نمیدونی داری چیکار میکنی و کلا داری راه غلط میری. و تا زمانی هم که تو توی راه غلطی هر چقدر خوب رانندگی کنی، هر چقدر قوانین رو رعایت کنی، کمربندتو ببندی، سرعتت مطمئن باشه، بازم هیچ وقت به مقصدت نمیرسی. چون تو میخوای بری شمال و داری تخت گاز میری سمت جنوب و هر چقدر بیشتر گاز بدی داری خودتو دورتر میکنی، در حالی که جعفر حتی اگه با دنده یکم بره زودتر از تو به مقصد میرسه. وقتی میری خودتو مقایسه میکنی با جعفر، اینطوری که من 3 تا ویدیو گذاشتم اما جعفر یه دونه، و دقیقاً اشتباهت هم همینجاست. تو هنوزم فکر میکنی که تعداد ویدیو مهمتر از کیفیت ویدیوه و این چیزی که بیشتر یوتیوبرها گفتن ولی شاید باورتون نشه کاملا اشتباهه. چرا 4-5 سال پیش که یوتیوب خالی بود و هیچ کسی تو یوتیوب نبود و همونایی هم که بودن کیفیت کارشون اونقدر بالا نبود، اون موقع اگه استمرار داشتید راحت میتونستید موفق شید، چون محتوای دیگه ای توی یوتیوب نبود. ولی امروز قضیه فرق داره. شما وقتی که وارد یوتیوب میشید هزاران تا ویدیو با کیفیت فارسی فقط میبینید، ویدیوهایی که ساعت‌ها واسهشون زمان صرف شده و خیلیاشون حتی هزینه مالی کردن واسه ساخت اون ویدیوها و شما انتظار دارید با هزاران ویدیو بی‌کیفیت توی همچین مسابقه‌ای برنده بشید. بذار یه مثال خیلی خوب بزنم. آقا فکر کن تو ظل تابستون توی یه روز خیلی گرم رفتی بیرون و خیلی تشنته و دست میکنی تو جیبت میبینی 20,000 تومان پول تو جیبته و میری توی یه فروشگاه و متوجه میشی که با این 20,000 تومان یا میتونی 5 تا نوشابه بیمزه شربت سینه‌ای گرم به درد نخور بخری یا یه دونه کوکاکولا ترتمیز تگری خفن بخری و بخوری. توی یه همچین موقعیتی واقعا میری اون 5 تا نوشابه گندیده کپک زده گرمی که نمیدونی اصلا از کجا اومده و مزه شربت سینه رو میخری یا اون کوکاکولا رو؟ طبیعتا کوکاکولا رو میخری، چون که اون لذتی که کوکاکولا بهت میده هیچ نوشابه‌ای بهت نمیده. و حالا فکر کنید که یه نفر اومده توی یوتیوب تا یکم سرگرم بشه. وقتی که وارد یوتیوب میشه 2 تا آپشن میخوره به چشش. اولین آپشنش شمایید که یه چنلی هستی که 200 تا ویدیو دارید ولی همش آتو آشغاله. و دومین آپشنش یه چنل دیگه است که 5 تا ویدیو داره ولی واسه هر دقیقه اون 5 تا ویدیو کلی کار شده و با کیفیت و واقعا سرگرم کننده است. به نظر شخصی خودتون واقعا اون یه نفر روی ویدیو شما کلیک میکنه و شما رو دنبال میکنه یا اون یه نفری که 5 تا ویدیو داره؟ 100% اونی که 5 تا ویدیو داره رو دنبال میکنه، چون که کیفیت کار اون خفن‌تره و اون شخص اومده تو یوتیوب تا سرگرم بشه. پس استمرار دیگه توی یوتیوب جواب نیست و تنها چیزی که توی یوتیوب امروز جوابه کیفیته و حتما نیاز نیست که شما 200 تا ویدیو آپلود کنید تا بالاخره یکیشون یه اتفاقی بیفته. اگه شما این نکتهایی که امروز توی ویدیو بهتون میگم رعایت کنید، با 5 تا ویدیو راحت به اون چیزی که میخواید میرسید. توی یوتیوب روزانه هزاران ویدیو آپلود میشه و 1000 تا ویدیو مختلف وجود داره و شما دارید ویدیوتون رو توی یه همچین فضایی آپلود میکنید و تنها کاری که باید انجام بدید اینه که مخاطبا رو بکشونید سمت ویدیوتون و کاری بکنید که ویدیوی شما رو تا آخر ببینن. و دلیل اصلی شکست 90% یوتیوبرها توی همین بخشه، چون که روند تولید محتوای بیشتر یوتیوبر تازه کار اینطوریه. اونا سریع از خواب پا میشن، یه ایده خیلی مزخرف و سریع پیدا میکنن، ویدیوشو میگیرن و یه تامنیل 5 ثانیه‌ای زاغارت میزنن و ویدیو رو آپلود میکنن و چنل یوتیوبشون رو تبدیل میکنن به یه کارخونه آشغال سازی و بعد واسهشون سواله که چرا من داخل یوتیوب موفق نمیشم؟ اگه واقعا انتظار داری با یه همچین روند تولید محتوایی توی یوتیوب موفق بشی،
وقتی خودتون معمولا میرید توی یوتیوب و یه محتوایی رو نگاه میکنید، همیشه از خودتون بپرسید چرا دارید این محتوا رو نگاه میکنید. و وقتی که این سوال از خودتون بپرسید متوجه میشید که هیچ کدوم از اون دلایلی که قبلا توی ذهنتون واسه تولید محتوا بود اینجا وجود ندارن. بیشتر چنل موفقی که میبینید روزها واسه یه ویدیوشون وقت میذارن و فقط مهم این نیست که شما یه ویدیویی رو بسازید، مهم اینه که اون ویدیو چه ویدیوییه، چه جوری ساخته شده. خیلی این چیزا مهمن. اولین مرحله نگه داشتن مخاطب توی ویدیوتونه که این یعنی شما باید اول مخاطب رو بکشونید سمت ویدیوتون. چون بیاد با هم دیگه صادق باشیم، هر چقدر ویدیو شما خوب باشه تا زمانی که کسی روش کلیک نکنه قرار نیست هیچ وقت ببیندش. پس اول کار سری ندارید برید ویدیو رو بسازید، چون که مهمترین بخشی که قرار باش سر کله بزنید تامنیل ویدیوتونه. خیلی‌ها ویدیوشون رو میسازن و ساعت‌ها حتی مثلا واسه ویدیوشون وقت میذارن، اما وقتی به تامنیل میرسه یه تامنیل 5 ثانیه‌ای ضعیف میسازن، سری میچسبونن روش که فقط ویدیو رو آپلود کنن. شما باید اول یه تامنیل خیلی خوبی بسازید که مخاطب روش کلیک کنه و یه تامنیل خوب کلیک خور اول باید یه ایده خوب داشته باشه، چون ایده خوب باعث میشه دست شما توی تامنیل ساختن باز باشه و تامنیل خودش جذاب‌تر کنه. پس با توجه به محتواتون بگردید دنبال بهترین ایده‌ای که میتونید پیدا کنید و بعد از اینم که اون ایده رو پیدا کردید بشینید ساعت‌ها و حتی یه روز کامل رو اختصاص بدید به اینکه یه تامنیل درست و حسابی خوب بسازید. که تامنیل خوب ساختن هم خودش هزاران تا قوانین داره، اینکه چجوری بسازید، رنگش چجوری باشه، کنتراستش چجوری باشه، هزار تا دم و دستگاه داره که شما باید ازش مطلع بشید. که میتونید خیلی راحت از چت جی پی تی، از گوگل داخل اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید و بفهمید که کار چجوریه. بعد از اینم که این تامنیل ساختید میرسید به بخش مهم تایتل. سعی کنید تا جایی که میتونید یه تایتل خوب و توضیح دهنده پیدا کنید. تایتلتون باید یه جوری باشه که مخاطب رو کنجکاو کنه و یه دلیل واسه تماشا بده. مثلا یه نفر یه ویدیویی راجع به سیکس پک درآوردن میسازه و تایتلش رو میذاره چجوری من توی 5 روز سیکس پک در آوردم. این دقیقاً چیزی که مردم رو جذب میکنه، چون بیشتر مردم دوست دارن سیکس پک در بیارن ولی دوست دارن زیاد وقت واسش نذارن. و وقتی شما اون چیزی رو که مخاطب میخواد رو توی تایتل مینویسید به احتمال زیاد کلیک خوریتون میره بالاتر. و این تایتل و تامنیلی که ساختید رو میتونید حتما برید تست کنید. یه سری سایت‌هایی هستن به اسم تست تامنیل و اگه این کلمه رو داخل گوگل سرچ کنید هزاران تا سایت این شکلی میاد که شما میتونید تایتل و تامنیلتون رو بذارید و اون سایت بهتون میگه که اگه ویدیوتون رو آپلود کنید چه شکلی میشه. اونطوری ایده بهتری راجع به اینکه تایتلتون خوب هست یا نه پیدا میکنید. و حالا میرسیم به بخش مهم ویدیو. تا جایی که میتونید ویدیوتون رو سعی کنید مختصر و مفید کنید و بخشای اضافیش رو کات کنید. مثلا اون بخشایی که بین صحبت کردنتون اینطوری وایسادید اون بخشا رو کات کنید چون که اضافی ان. ویدیو رو دوباره واسه خودتون پلی کنید و بگردید دنبال اون بخشایی که حوصله‌تون رو داره سر میبره و یه بلایی سرش بیارید. اگه اون بخش از ویدیو خیلی مهم نیست بخش رو کات کنید بندازید بره. اما اگه بخش مهمیه سعی کنید مثلا با تصویرهای مختلف، با زوم این و زوم اوت کردن اون بخش رو به قدری جذاب کنید که مخاطب نگاه کنه. مثل همین کاری که من توی این ویدیو انجام دادم. اینترو ویدیو مهمترین بخش ویدیوه، چون دقیقاً بعد از تامنیل و مخاطب وقتی که رو تامنیلتون کلیک کرده تازه قراره ببینه واقعاً چیزی که تو تامنیل گفتید واقعیه یا نه. پس سعی کنید از بهترین بخشای ویدیوتون توی اینترو استفاده کنید تا مخاطب بفهمه که واقعاً چیزی که تو تامنیل گفتید واقعیه. یه نکته مهمی که مطمئنم هیچ کس بهتون نگفته اینه که کاری بکنید که توی ویدیوتون هیچ وقت اینطوری به نظر نیاد که ویدیو داره تموم میشه. اگه ویدیو پرنکی که داخل اینترنت آپلود میشن دیده باشید، معمولا اون کسایی که میخوان یه پرنکی انجام بدن روی چندین نفر انجام میدن ولی هیچ وقت این ویدیوها رو پشت سر هم نمیذارن. چون اگه شما یکی از اون پرنک‌ها رو تا ته نگاه کنید و بعدش بره سراغ پرنک بعدی، شما به احتمال زیاد ویدیو رو میبندید چون دیگه احساس میکنید ویدیو تموم شده و اون چیزی که میخواستید رو دیدید. و دقیقاً کاری که ویدیو پرنک باهاتون میکنه اینه که تمام پرنک هایی که گرفتن، مثلا اگه 3 تا پرنک ضبط کردن همشون رو با هم دیگه قاطی میکنن و کاری میکنن که بخش اینترو هر 3 تا ویدیو تبدیل بشه به اینترو اصلی ویدیو. اون بخش وسط هم که اوج داستان و اوج درگیریه رو همه رو با هم دیگه قاطی میکنن و میذارن وسط ویدیوشون. و تازه اون بخش که طرف میفهمه و اینطوری میشه که آو مثلا پرنک بود و عجب، اون بخشش رو همه رو با هم قاطی میکنن و میذارن ته ویدیو و اینطوری باعث میشن که هیجان توی کل ویدیو پخش بشه و شما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید که فقط 1 دقیقه به حرفی که الان زدم گوش کنید. واقعا هوشمندانه و حرفه‌ایه. پس سعی کنید توی ویدیوتون کاری بکنید که هیجان توی کل ویدیو پخش بشه و هیچ وقت نکته اصلی ماجرای ویدیوتون رو
اول ویدیو یا وسط ویدیو ندید. همیشه نگه دارید اون نکته اصلی و ته ویدیو. مثلا توی همین ویدیو پرنکی معمولا اون بخشی که همه ما میخوایم، اون بخشی که طرف متوجه میشه که همش سرکاری بوده و اونا هم دقیقاً همون بخشو از عمد نگه میدارن تو آخرین بخش ویدیو نشون میدن. پس شما هم هیچ وقت گل کارو و اصل داستان اول یا وسط ویدیو ندید و نگه دارید ته بهشون بدید. سعی کنید خیلی هم توی ویدیوتون پرش محتوایی نداشته باشید و بیشتر اتفاقاتی که دارن میافتن حول همون داستان اصلی بچرخه. مهم نیستش که چقدر ساخت ویدیو شما طول بکشه. حتی اگه شده مثلا تامنیلش 2 روز طول بکشه، شده مثلا ریکورد یه ویدیو 3 روز طول بکشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون ریکورد ویدیو به بهترین شکل در اومده باشه. چون که شما یوتیوبر معروفی نیستید که همه ویدیو شما رو نگاه کنن و احتمالاً هم امکانات خیلی خوبی ندارید. بیشترتون با دوربین گوشی دارید فیلم میگیرید. پس اگه امکاناتتون پایینه و کیفیت ویدیو همینطوری یه بخشش اومده پایین، شما باید سعی کنید با کار خوب، با انجام دادن ادیت خوب و رعایت همه نکته‌ها ویدیوتون رو به بهترین شکل ممکن بسازید تا مخاطب با دیدن ویدیو شما لذت ببره و ویدیو شما رو تا آخر نگاه کنه. و بهتون قول میدم که اگه این نکته‌ای که بهتون گفتم رو رعایت کنید، خیلی راحت تو 5 تا ویدیو به تمام چیزایی که داخل یوتیوب می‌خواستید میرسید. اگه دوست دارید راجع به اینکه چجوری یه تامنیل خوب بسازید ویدیو بگیرم، چجوری یه تایتل خوب بزنید ویدیو بگیرم و اصول ریکورد ویدیو رو بهتون تماما یاد بدم، حتما چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و توی ویدیو بعدی حتما این چیزا رو بهتون یاد میدم. و دیگه وقتتون رو تلف نمی‌کنم. پس حتما با لایک کردن این چنل و سابسکرایب کردن چنل من خودتون رو واسه موفقیت تو یوتیوب خوش شانس کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.